سلام رفیق، بذار امروز برات قصه مردی رو بگم که صدای خاصش مثل مرهم روی دل خیلیا نشسته. مردی از دیار اصفهان، از شهری که نجف آباد نام داره و اسمی که همه باهاش آشنا هستن، معین. اگه به من وفا کنی. اسم شناسنامه‌ایش نصرالله معین نجف آبادیه. سال 1330 به دنیا اومد توی یه خانواده مذهبی. از همون بچگی موسیقی تو خونش جریان داشت. شاید خودش نفهمیده بود قرار یه روزی صدای خودش صدای نسل‌ها بشه، اما دلش کشیده شد به خوندن، به نغمه، به ترانه. من که همچون بت پرستیدم تو رو. نوجوان که بود کارش رو با خوندن قرآن شروع کرد. صدای زیباش باعث شده بود توی محله شناخته بشه. کم کم رفت سراغ موسیقی سنتی ایرانی. اساتید زیادی رو دید و آموخت، از جمله حسن کسایی و اکبر گلپایگانی. ولی راهش با بقیه فرق داشت. اون دنبال صدای دل خودش بود، نه فقط اجرای قواعد موسیقی. تو سالهای دهه 50 معین شروع کرد به خوندن تو محافل کوچیک. نه از آشنایان وفا دیدم، نه در باده نوشان صفا دیدم. و بعد با ترانه‌های عاشقانه و احساسیش تو دل مردم جا باز کرد. اما اون چیزی که واقعاً باعث شد مردم باهاش ارتباط بگیرن، حس صداقتی بود که تو صداش موج میزد. غمش، شوقش، دلتنگیش همش واقعی بود. بعد از انقلاب مثل خیلی از هنرمندا مجبور شد ایران رو ترک کنه. رفت لس آنجلس، ولی دلش همیشه اینجا موند. تو کوچه پس کوچه های نجف آباد، تو هوای غروب تهران، تو صدای ضبط صوت خونه های قدیمی. ترانه هایی مثل یکی را دوست می‌دارم، یکی را دوست می‌دارم، ولی افسوس او هرگز نمی‌دانم. فقط آهنگ نیستن، خاطره ان. معین تونست با شعرهای ساده ولی عمیق، با موسیقی دلنشین، دل میلیون ها نفر رو تسخیر کنه. اونقدر که هنوزم وقتی ترانه هاش پخش میشه دل آدم یه جوری میلرزه.